اون موقع بازی‌ها توسط آدمایی ساخته میشد که سوختشون خلاقیت و عشق بود. این نفرین پیچیدگیه، جایی که زرق و برق فنی جای اون لذت خالص و بی‌دغدغه قدیمی رو گرفته. و حالا میرسیم به تلخ‌ترین و شاید ترسناک‌ترین بخش ماجرا. یادتونه اون قدیما روزایی که رفتن به کلوب محل یا اون مغازه سیدی فروشی که پوستر بازی رو زده بود پشت شیشه، شاید بزرگترین عشق و حال دنیا بود. تو ایران دهه 70 و اوایل 80 ما چیزی به اسم بلاکباستر نداشتیم، ولی کلوب داشتیم، جایی که با 1000 تومان یا گذاشتن شناسنامه میرفتیم و یه بازی سگا یا پلی استیشن 1 کرایه میکرد. یا اگه خیلی مایه میذاشتیم یه CD بی‌کیفیت که معلوم نبود توش واقعا همون بازی یا نه رو می‌خریدیم. اون موقع انتخاب‌ها محدود بود. شاید کل آخر هفته رو مجبور بودیم با یه بازی مثل فوتبال 99 یا کراش سر کنیم. سیو کردن بازی‌ها هم مصیبت بود. خیلی از ماها حتی مموری کارت هم نداشتیم و مجبور بودیم کنسول رو روشن بزنیم یا هر بار از اول شروع کنیم. تکراری بود شاید، خسته کننده بود ابدا. ما عاشقش بودیم. ما با دیدن دموهای اول بازی‌ها هم هایپ می‌شدیم. حالا کات میزنیم به امروز. استیم، گیم پس، پلی استیشن پلاس، هزاران بازی فقط با یک کلیک در دسترسن. باندلای ارزون، تخفیف‌های تابستونی و سیل بی‌پایان محتوا. منطقاً باید تو بهشت گیمرها باشیم دیگه، نه؟ پس چرا انقدر سخته که یه بازی پیدا کنیم که واقعاً حالمون رو خوب کنه؟ چرا ساعت‌ها تو منوی گیم پس میچرخیم و آخر سر هیچی دانلود نمی‌کنیم؟ این داستان یه بحران مدرن. داستان این که چرا دیگه هیچی مثل قدیما حال نمیده. آیا بازی‌ها بد شدن یا ما دیگه اون آدمای سابق نیستیم؟ من دانیال هستم و به عنوان یه جوان 34 ساله توی این پرونده می‌خوایم ریشه این بی‌حسی بزرگسالی رو پیدا کنیم. البته فکر نکنم این فقط مختص ما بزرگا باشه و این بحران به سنین پایین‌تر هم رسیده. بیاین تعارف رو بذاریم کنار و اول از همه انگشت اتهام رو بگیریم سمت خود صنعت. تئوری اول اینه: مشکل من نیستم، مشکل ویدیو گیمه که عوض شده. و خب اگه دقیق نگاه کنیم این فقط یه تئوری نیست، یه فکت تلخه. 25 سال پیش دوران طلایی سادگی بود. وقتی میرفتی مغازه و یه کارتریج سگا یا دیسک پلی استیشن می‌خریدی، معامله تموم شده بود. تو پولو میدادی، سازنده بهت یه محصول کامل تست شده و نهایی تحویل میداد. خبری از سیزن پس و بتل پس و لوت باکس و آپدیت 50 گیگی روز اول نبود که باگای بازی رو فیکس کنن. بازی‌ها اون موقع کامل عرضه می‌شدن چون اینترنت نبود که بعداً بتونن کم‌کاری‌هاشون رو پچ کنن. اون موقع بازی‌ها توسط آدمایی ساخته می‌شد که سوختشون خلاقیت و عشق بود. تیم‌های کوچکتری که می‌خواستن یه دنیای جدید خلق کنن، اما امروز داستان عوض شد. اکثر بازی‌های تریپل ای و پرخرج دیگه توسط هنرمندا مدیریت نمیشن، بلکه توسط ابرشرکت‌ها و مدیرای کدشلواری اداره میشن که تنها چیزی که براشون مهمه نمودارهای اکسل سهامداراست و گزارش‌های مالی آخر سال. کمپانی‌های غولی مثل ای و یوبیسافت یه متد سمی به اسم فرمول امن پیدا کردن. یه فرمول تکراری که ریسکش صفر و سودش تضمین شده. دیدید چرا حس می‌کنید فارکرای 6 همون فارکرای 3 که فقط گرافیکش بهتر شده؟ یا چرا اساسینز کرید ها همه شبیه همدیگه شدن؟ چون اونا دیگه دنبال نوآوری نیستن. نوآوری یعنی ریسک و ریسک یعنی ترس سهامدار. اونا ترجیح میدن یه آی پی موفق رو بگیرن و تا آخرین قطره‌ش رو بدوشن، به جای اینکه یه بازی جدید بسازن همون بازی قبلی رو با یه اسکین جدید و یه مپ بزرگتر و البته تو خالی‌تر به خورد ما میدن. و فاجعه فقط به گیم پلی ختم نمیشه، مدل درآمدزایی هم تغییر کرده. امروز بازی‌ها جوری طراحی میشن که شما رو معتاد خریدای در اون برنامه‌ای میکنن. بازی 60 یا 70 دلاری می‌خرید ولی می‌بینید نصف محتوای جذابش پشت یه دیوار پولی دیگه قایم شد. سازنده‌ها عملاً بازی رو تیکه تیکه می‌کنن و تیکه‌های اصلی رو جداگونه به عنوان DLC می‌فروشن. تازه پدیده عجیب و غریب ارلی اکسس هم فراموش نکن. 20 سال پیش اگه به کسی میگفتید آقا بیا پول بده تا یه بازی ناقص و پر از باگ و بازی کنی و تستر مجانی ما باشی، بهتون می‌خندیدن و از اتاق پرتتون می‌کردن بیرون. ولی الان نصف استیم پر شده از بازیایی که سال‌هاست توی برزخ ساخت موندن، پول گیمرها رو گرفتن و شاید هیچ وقت هم تموم نشن. پس آره رفقا، صنعت عوض شده. تمرکز از خلق یه شاهکار هنری رفته روی خلق سرویس‌های درآمدزایی طولانی مدت. اونا دیگه نمیخوان شما یه بازی رو تموم کنین و برین سراغ بعدی. میخوان شما رو توی چرخه بی پایان گرایند کردن و پول خرج کردن نگه دارن و این دقیقاً همون جاییه که روح ویدیو گیم ضربه خورد. اما بیاین یکم عمیق‌تر بشیم و همه کاسه کوزه‌ها رو سر مدیرای حریص
رئیس EA و اکتیویژن نشکنیم. یه حقیقت دیگه هم وجود داره. ویدیو گیم بزرگ شده و این بلوغ هزینه داشته. بیایم برگردیم به ریشه ها. زمانی که بازیایی روی آتاری 2600 یا کومودور 64 اجرا می‌شد. اون موقع همه چیز ساده و بدوی بود. مکانیکا توی پریدن و شلیک کردن و یا جا خالی دادن خلاصه می‌شد. گرافیک اونقدر انتزاعی بود که تخیل ما باید جاهای خالی رو پر می‌کرد. و دقیقاً چون ساده بود سرگرم کننده. هیچکس گیر نمیداد که چرا داستان پکمن عمق فلسفی نداره یا چرا تکسچر لباس ماریو با کیفیت 4K نیست. اما با گذشت سالها تکنولوژی مثل یه موشک رفت بالا. ورود گرافیک‌های سه‌بعدی و سخت افزارهای قدرتمند به سازنده‌ها اجازه داد دنیاهایی بسازن که مرز بین واقعیت و رویا رو گم کنه. بازی‌ها پیچیده‌تر، واقعی‌تر و ایمرسیو شدن. اما این سکه یه روی دیگه هم داشت. پیچیدگی دشمن سادگی. این پیچیدگی یک کابوس مدیریتی برای سازنده‌ها درست کرد. اونا حالا باید بین جلو بردن مرزهای تکنولوژی و لذت بخش نگه داشتن گیم پلی تعادل برقرار می‌کرد. وقتی شما 1000 تا سیستم در هم تنیده توی بازی داری، 1000 تا چیز مختلف هم میتونه خرابش کنه. واسه همینه که باگ ها و گلیچ ها الان جزو جدایی ناپذیر بازی‌های روز شدن. و مشکل فقط از سمت سازنده نیست. ما هم عوض شدیم. امروز گیمرها استانداردهایی دارن که 20 سال پیش وجود خارجی نداشت. ما دیگه یه بازی رو صرفاً بر اساس گیم پلی یا فان بودن قضاوت نمی‌کنیم. ما تبدیل شدیم به منتقدهای سختگیری که بازی رو زیر میکروسکوپ می‌ذاریم. گرافیکش چطوره؟ طراحی صداش دالبیه، نویسندگی و اکتینگ شخصیت‌ها در حد اسکار هست یا نه؟ حتی کوچکترین باگ‌های گرافیکی رو هم نمی‌بخشید. حالا این فشار وحشتناک کمالگرایی رو بذارید کنار. واقعیت‌های تلخ بیزینس، بودجه‌های محدود و ددلاین‌های سفت و سخت تعطیلات کریسمس برای فروش بیشتر. نتیجه چی میشه؟ همون چیزی که بارها دیدیم. بازیایی که با عجله و ناقص عرضه میشن، پر از باگن و انگار ما شدیم بتا تسترهایی که $60 پول دادن تا باگ‌های بازی رو برای سازنده‌ها پیدا کنن. این نفرین پیچیدگیه، جایی که زرق و برق فنی جای اون لذت خالص و بی‌دغدغه قدیمی رو گرفته. و حالا میرسیم به تلخ‌ترین و شاید ترسناک‌ترین بخش ماجرا. حقیقتی که شاید دلمون نخواد قبول کنیم و ترجیح بدیم تقصیر رو بندازیم گردن EA و یوبیسافت. شاید بازی‌ها اونقدر هم که فکر می‌کنیم عوض نشدن. شاید این ما هستیم که عوض شدیم. بیاین برگردیم به اون روزهای طلایی وقتی بچه بود. بزرگترین دغدغه‌م این بود که مشق‌های مدرسه رو تا قبل از کارتون ساعت 5 تموم کنیم. بزرگترین استرسمون این بود که مامانمون وسط مرحله حساس بازی سیم آداپتور سگا رو نکشه. اون موقع ما دو تا چیز داشتیم که الان نداریم: زمان بی‌نهایت و ذهن خالی. مغز ما آماده بود که ساعت‌ها توی مرحله گیر کنه و 1000 بار کلمه گیم اوور رو ببینه و باز هم بخنده. اما امروز داستان فرق کرد. ما بزرگ شدیم، درگیر غول مرحله آخری شدیم به اسم زندگی واقعی. کار، دانشگاه، اجاره خونه، سربازی، روابط عاطفی، فشار اقتصادی. وقتی شب خسته و کوفته میرسی خونه، مغز دیگه دنبال چالش نیست، دنبال خاموشیه. وقتی بالاخره یه ساعت وقت خالی پیدا میکنی و کنسول رو روشن میکنی، با یه بازی اوپن ورلد 150 ساعته مثل اساسینز کرید والهالا یا رد ردمپشن 2 روبرو میشی. مپ بازی رو باز میکنی و میبینی 1000 تا آیکون و مأموریت فرعی ریخته رو سرت. به جای اینکه هیجان زده بشی، یهو استرس میگیری. با خودت میگی من که وقت میکنم اینو تمومش کنم. اگه الان شروع کنم 3 ماه دیگه تموم میشه. بازی کردن که قبلا راه فرار از واقعیت بود، الان خودش شبیه تسک کاری شده یا یه لیستی از کارهایی که انجام نشده. انگار یه شیفت دوم کاریه که باید توش لول اپ کنی و منابع رو جمع کنی. واسه همینه که خیلیامون به جای تجربه کردن اون بازی‌های داستانی عمیق که نیاز به تمرکز و یادگیری مکانیک‌های جدید داره، ترجیح میدیم بریم سراغ منطقه امن. میریم دو دست کال آف دیوتی، فیفایی یا راکت لیگی میزنیم. چرا؟ چون مغز خسته ما دنبال دوپامین سریع و بی‌دردسره. ما دیگه حوصله نداریم 20 دقیقه کاتسین ببینیم یا یه سیستم پیچیده کرافتینگ رو یاد بگیریم. ما فقط می‌خوایم دکمه رو بزنیم و یه اتفاقی بیفته. و از اون بدتر ما دچار سندروم کالکتور شدیم. لایبرری استیم یا اکانت پلی استیشنمون پر از شاکارهای تاریخیه که توی تخفیفا خریدیم، ولی حتی یه بار هم نصبشون نکرد. ما عاشق ایده بازی جمع کردن هستیم، نه خود بازی کردن. ساعت‌ها توی منوی گیم پس اسکرول می‌کنیم، تریلر می‌بینیم، نقد می‌خونیم، ولی تهش هیچ چی رو دانلود نمی‌کنیم و میریم یوتیوب گردیم. انگار داریم دنبال یه حس گم شده می‌گردیم، حسی که شاید لابلای قسط‌ها و دغدغه‌های بزرگسالی گم شده. خب ته این پرونده چی میشه؟ آیا دوران طلایی گیم تموم شده؟ جواب اینه: همه چیز با هم درسته. آره، ما پیر شدیم و حوصله‌مون کم شده.
آره شرکت‌های بازیسازی هم حریص‌تر و تنبل‌تر شدن و آره بازی‌ها هم پیچیده‌تر شدن. اما این به معنی مرگ ویدیو گیم نیست. با همه این حرفا صنعت بازی امروز تو جایگاهی قرار داره که 20 سال پیش حتی تو خوابش هم نمی‌دید. بازی‌های مستقل دارن جای خالی خلاقیت رو پر می‌کنن و هنوزم شاهکارهایی پیدا میشن که ما رو یاد اون دوران کلوب و سگا میندازن. شاید فقط باید قبول کنیم که نوع لذت بردنمون عوض شده. شاید دیگه اون بچه‌ای نیستیم که بتونه یه بازی رو 10 بار تموم کنه، ولی هنوزم میتونیم تو دنیاهای مجازی غرق بشیم، فقط به شرطی که دست از مقایسه با گذشته برداریم. جدا از اون بحث بازی‌های خیلی طولانی، کلی بازی کوچیک‌تر، جمع و جورتر و خطی‌تر هم وجود داره. اگه عاشق بازی کردن باشیم، شاید بتونیم یه خورده از زمان واقعا باطل اینستاگرام گردیمون کم بکنیم و بریم بازی کنیم. بازی کردنی که قطعا فواید خیلی بیشتری هم داره. اگه به خودمون نگاه کنیم، میفهمیم که میتونیم حتی امروز هم کمی مثل گذشته لذت ببریم. نظر شما چیه؟ شما جزء کدوم دستید؟ اونایی که فکر میکنن صنعت بازی خراب شده، یا اونایی که فکر میکنن ما دیگه حال و حوصله نداریم، یا اونایی که موافقن با یکم تغییر توی لایف استایل میشه از گیم هم لذت؟ تو کامنت ها برام بنویسید. دم همتون گرم که تا آخر این ویدیو همراه هم بودین. لایک و سابسکرایب یادتون نره که باعث دلگرمی و تداوم کارمونه. مراقب خودتونم باشید تا یه ویدیوی دیگه و یه پرونده دیگه. خداحافظ.